سفیر امریکا در سازمان ملل ادعای رهبران ایران را که گفتند تظاهرات بی‌سابقه در 9 سال اخیر کار دشمنان ایران است به پایان نامید و گفت این مردم کشور است که بر ضد استبداد برخاستند. دیکتاتورهای ایران همون کاری را میکنند که همیشه کردند، یعنی میگویند که تظاهرات کار دشمنان ایران است. ما همه میدانیم که این یک یاوه است. تظاهرات در تمام شهرهای ایران خودجوش بود. این تصویری واقعی مردم سرکوب شده است که به ضد دیکتاتورها برخاستند. مقامات جمهوری اسلامی رقیبان خارجی ایران را به برانگیختن تظاهرات در سراسر کشور متهم می‌کنند. از جمله دبیر امنیت ملی ایران گفت که تظاهرات کار دست امریکا و بریتانیا و عربستان سعودی است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر روحانی ایران روز سه‌شنبه نخستین بار درباره تظاهرات اظهار نظر کرد. همه کسانی که با جمهوری اسلامی بدند، اونی که پول داره، اونی که سیاست داره، اونی که سلاح داره، اونی که دستگاه امنیتی داره، همه دست به دست رو هم میگذارن برای که بلکه بتوانن برای نظام اسلامی و جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی مشکل درست کنن. تظاهرات در ایران روز پنجشنبه گذشته در شهر مشهد آغاز یافت و با سرعت در دیگر شهرهای کشور پهن شد. شعارهای اقتصادی مردم که از بالاروی قیمت‌ها به خشم آمدند به شعارهای سیاسی و طلب کنار رفتن روحانیان حاکم بر ایران شد. تظاهرگران از جمله طلب کردند که آیت الله علی خامنه‌ای و حسن روحانی رئیس جمهور کشور استعفا بدهند. در جریان اعتراضها به گفته مقامات 22 نفر کشته شدند.